یه پارو رو میگرفتی تا ته میرفتی برمیگشتی، ولی این ور هی رفت و برگشتای زیادی داشت. ساعت 7:45 صبح دوباره دیشب برف اومده. میخوام برم برفای درایوی رو پارو کنم و ببینیم که با چه استراتژی پاروش کنیم سریعتر به نتیجه میرسیم. همونطور که دیدین من این بر به صورت ارزی پارو کردم این سمت، ولی به صورت طولی و به نظر خودم این بر خیلی راحت تر بود، چون یه پارو رو میگرفتی تا ته میرفتی برمیگشتی، ولی این بر هی رفت و برگشتای زیادی داشت و فکر میکنم این بر بیشتر هم طول کشیدش. دهنم هم یخ زده. حالا شما برام بنویسید لطفاً که شما چجوری برفای درایورتون رو پارو میکنین و کدوم روش به نظرتون افیشنت تره. دمتون گرم. فعلا خدافظ.